امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو سپری کرده باشین. آفتاب خیلی قشنگ از پنجره ما خورده توی خونمون، خوشحالیم. یه گونهش تو خونه داریم، یه گونهش بیرون داریم. من یه ویدیو گذاشته بودم توی یوتیوب و البته جواب سوال خیلیاتون بود که مدل سازی ماتریکس کار میکنین، طراح دستی هستین ولی متاسفانه کارتون رو با پروکریت شروع کردین و خیلیاتون، حالا مثلا کسایی که ماتریکس کار میکنن و سالیان قبل از من مشاوره گرفته بودن، به حرفم گوش ندادن و الان دوباره برگشتن به این که باید طراحی دستی رو یاد بگیرن. شما به عنوان یک طراح و مدل ساز فقط میتونین یه طرح رو بگیرین و عین همون رو بکشین، نهایت بتونین یه کوچولو تغییرش بدین. ولی وقتی هنر و دانش طراحی دستی رو میدونین و باش بلدین، تسلط دارین. و اینم بگم که همیشه گفتم، حالا بازم میگم، هر کسی که تازه وارد پیج من شدن، اصلا مهم نیست اگر که طراحی دستی رو فقط با یه مداد روی کاغذ انجام میدین، اصلا رنگامیزی مهم نیست. اینی که شما به عنوان یه مدل ساز ماتریکس یا پروکریت بلدین یه